دو تا پسر رو انداختن تو زندان، ولی نه زندان معمولی. یکیشون تو زندان شکلاتی گیر افتاده بود، اون یکی هم تو زندان آب نباتی. شرطش هم این بود هر کی زودتر بتونه بزنه بیرون $100,000 جایزه میده. اول کار فقط یه چاقوی فستقلی به جفتشون. پسر اولی شروع کرد به تراشیدن دیوار شکلات. شکلاتش به نظر خوشمزه و نرم، ولی بنده خدا خبر نداشت این دیوار چقدر کلفته. دیوار آب نباتی اون یکی پسره اما عین سنگ سفت بود. چاقوش همون ضربه اول تق شکست. حالا مجبور بود با ته دسته چاقو بیفته به جون دیوار رو بکن بکن راه بندازه. یهو مجری ابزار دوم رو کرد، یه چکش لاستیکی. آخه با چکش لاستیکی مگه میشه دیوار به این سفتی رو شکوند؟ پسره با دسته چکش شروع کرد به کوبیدن. تازه یه ضربه خورده ریزه اید. اما برای اون یکی پسره چکش روی شکلات اصلا جواب نداد. شکلات فقط له میشد و نمیشکست. هر چی زور زد نشد. آب ریخت روش شاید نرم بشه. بازم نشد که نشد. نوبت ابزار سوم شد. یه چوب دستی. پسر اول با تمام زور چوبو کوبید ولی دیوار شکلاتی آخ نگفت. تازه دست خودش هم از شدت ضربه گزگز کرد و درد گرفت. دیگه برید و با خودش گفت بهتره وایسم تا ابزار بعدی. اما اون ور ماجرا پسر دومم کلافه شد. دیوار آب نباتی از چیزی که فکرشو میکرد خیلی سفت‌تر بود. ابزار سوم توی جعبه آب نباتی قایم شده بود که فقط با کمک همتیمیاش میتونست درش بیاره. با کمک اونا جعبه رو باز کرد و دیوار رو شکست. یه چکش آب نباتی گیرش شد. معلوم نبود به کار میاد یا نه. همون موقع ابزار بعدی هم رسید. جفتشون حمله کردن سمت جعبه. بعد از کلی تلاش یه تبر نصیب پسر اول شد. تبر رو که کوبید به دیوار شکلات تیکه تیکه شد و ریخت پایین. بالاخره ابزار درست و حسابی گیرش اومد. پسر دومم تبر گیرش اومد. وقتی کوبید به دیوار آب نباتی اونم شروع کرد به شکستن. حالا رقابت پایا پای شد و هر دو افتاده بودن رو دور سرعت. مجری یه توپ آهنی سنگین انداخت داخل. پسر اولی توپو کوبید به دیوار. شکلات گوله گوله میریخت پایین. اما این کار خیلی نفسگیر و خسته کننده بود. پسر دومم توپ آهنی رو پرت کرد ولی رو آب نبات هیچ اثری نداشت. با دست امتحان کرد دید نه بابا دیوار عین بتون سفت. پسر اولی داشت با سرعت نور دیوار رو خراب میکرد و اون یکی اصلا به گرد پاشم نمیرسید. حالا به نظر شما کدومشون میتونه زودتر از زندان فرار کنه؟